سلام و درود، خیلی خوش اومده به یه آموزش جدید از کانال گیم بیاریز. خیلی خوش اومدین آقا. بدون معطل استیودیس بازم اومدم با یه آموزش خیلی خفن، افزایش سرعت اینترنت با یه چند کلیک خیلی ساده. فقط چند نکته است باید اونا رو رعایت کنیم یا بدونیم بهتره. هر چی میدونم در حد خودم کمک میکنم براتون، زیادم استاد نیستم، شما از من ماهرترید. خب بدون معطلی هیچ دیودیس بریم تو کارش. در اولین قدم میخوام بچه یه چیزی برای شما نشون بدم. اسم تست، یه تست میگیریم اول. پینگ 17، سرعت بذار بره بگم. البته بچه اینم بگم الان شب ساعت 8:35 اوج مصرفه. حالا صبح اگه بلند شین مودم من X28 پرو است، اینم به شما بگم تا 300-400 راحت میره. یا شب امتحان 12 به بعد امتحان کنید تا 300-400 راحت میره. آپلودمونم 65 تقریبا 65-64. خب الان چی شد؟ اصلا اینجوری سرعت گرفتیم. اولا از اینم بهترم میتونستیم بگیریم. دوم میخوام کابلا رو به شما بگم. کابل کت 5، کت 6، کت 8 داریم. خب من از کابل کت 8 استفاده میکنم. حالا شما نمیدونم 100% یا کت 5 یا کت 6 هستین. خب بریم فرق اینو به شما بگم آقا چه فرقی میکنه. خب میایم تو کنترل پنل، راحته دیگه. خب تو سرچ هم بنویسین، ببخشید فارسیه، می‌رسیم همون سی او رو بنویسین همون اول میاد واسهتون. اینو باز میکنیم، بعد این گزینه رو میزنیم، پروپرتی انتخاب میکنیم، بعد اینو انتخاب میکنیم و میاد بخش تنظیمات همین 2.5 گیگابایت این کابلمون، همون اینترنتمون ادوانس رو میزنیم. مثل من تنظیم میکنه. حالا اول میخوام یه چیزی به شما نشون بدم، بعد میام اینجا سریع به شما میگم چیا رو تنظیم کنید، چیا رو آف کنید، چیا رو آف نکنید. خب میام من اینو میذارم تو حالت 100%. شما بار اول همینه، 1 گیگابایت پوله. بعد اینجا یه گزینه است به نام اسپیدن دوبلکس، تقریبا نمیدونم اشتباه هم تلفظ کردم، خیلی ببخشید. اینا میذارم شما بار اول همینه. احتمالاً هم اینجوریه، دقیقا نمیدونم چون خیلی وقت از این فقط گفتم این آموزشی باشه خیلی به در بخوره، یعنی یه چند کلیک ساده میتونید اینترنت خیلی خوب بگیرید. نسبت 1 گیگ میذاریم اینجا. خب الان اعمال شد، یعنی دیفالت تنظیماتمون همینم نیست. من فقط این دوتا رو تغییر دادم. ببین چه اتفاق میفته آجی. الان یه سب کنیم بالا بیاد، من با لم وصلم. خب بازم تست میگیریم ازش. پینگمون که تغییر نمیکنه آنچنان. الان سرعت رو نگاه کن. آپلودمون هم آنچنان تغییر نمیکنم، فقط این سرعته. میخوام 2.5 گیگابایتی و فول دوبلکس بهمون بده. خب 24 و 25. حالا اینم 62 بذار بیاد تمام بشه. من تو سرور همون تبریز استفاده میشم. شما اهل تهران باشید اونو بزنید تو منطقه خودتون بچه‌ها. البته امتحان کنید، میتونه امتحان کنید، میتونه با تهران هر چیزی امتحان کنید. من خب دیفالت همین. خب 24:60 شد دیگه، درسته 24:60. خب بریم همونا رو بازم تغییر بدیم. بازم پروپرتیز گزینه همین ادوانس، بعد اینو میذارم تو آخرین بخش. اینو بهتون میگم همون دو اول ویدیو بهتون گفتم همون کت 8 و کت 6 اینا رو بهتون گفتم. الان چون مال من کت 8 اینو ساپورت میکنه، بچه نرین کت 6.5 یا پایین هرچی پایین قدیمی تر بگیر، اینو ساپورت نمیکنه. باید مادر بوردتون هم ساپورت کنه. یه نگاه بده، اکثرا ساپورت میکنه. خب زیاد صحبت نکنیم. اسپید اینا میذارم تو حالت 2.5، یعنی فول کلن هر چی هست و اونو سرعتمون رو بده. یه سو میزنیم. الان منتظر میشیم بازم همین واسمون بیاد بالا. بذار بیاد بالا.
خب الان این اومد بالا، اولی شد پس 2460. گفتم نه پینگ نه آپلود زیاد فرق میکنه. الان ببین فرقش ببین چقدره. خب شروع میزنیم ما. پینگ 16. سرعت یه نگاه بنداز وجدانه. گفتم این میره به خاطر شلوغی همون ساعات چیش خیلی شلوغه واسه همون تا 200 صبح اگه امتحان کنید راحت 300 400 راحت میگیرید. من بهتون گفتم البته با مودم X28 تا اگه خواستینم آموزش اونم براتون میذارم. قبلا هم گفتم تجربیاتمو بهم گفتم میتونید یه نگاه بندازید. خب الان فرق شو دیدیم بچه‌ها 180 24 حالا 30 حالا 30 رو بذاریم ببین چند برابر شده این. ببین چقدر چند برابر شده این بچه‌ها فقط با یه چند کلیک خیلی ساده. خب بریم سراغ این تنظیمات خیلی ساده. حالا ببینیم چی کار کردیم چه اینجوری شده. خب هم تو بخش بذارم از اول برم بچه‌هایی که ویدیو اشوندن جلو اونا هم از اول ببینم. میام تو کنترل پنل بخش همین فرق نمیکنه. میام اینجا این گزینه پروپرتیز. من اینا رو اینجوری کردم شما میتونید این تیکا رو بردارید. بعد میتونید DNS هم البته من با DNS شلترم رفتم و اینم به شما بگم این تبلیغ نیست بچه‌ها ولی DNS شلتر شما احتمالی DNS خوبم الکترو هم میتونم بزنید امتحان کنید. چند تا DNS هم بزنید تست سرعت بگید هر کدوم خوب بود همونو برید. بعد این گزینه رو میزنیم و ادوانس. خب اولش اینه من آروم آروم میام شما دیگه یکی نکنم سرعت میام ببخشید وقت ویدیو الکی بالا نبریم. خب اولینه دومی سومی من میام پایین آروم شما بچینید. اینو میتونیم بزنید تو 100 همون آخری رو میتونیم بزنید 100. اوکی بزنید و بذار بازم تغییر اعمال میشه واسهتون و یه دونه آخرم بازم تستم میزنم براتون چه مطمئن بشید. این خیلی ساده است میتونید در حد یه شورت هم در بیاد ولی خب گفتم تو ویدیو بهتر در موردش صحبت کنیم. خیلی خوبه. خب الان این بیاد بالا بچه با کابل لنم وصل شدم. اینم بازم بگم بچه‌هایی که ویدیو رو کات زدن ببخشید اومد آوردن جلو با کت 8 کابل من کت 8 1 متریه. حالا شما مونده دیگه من میدونم احتمالاً کت 6 استفاده میکنید. بذار بازم برم تست کنم و اینکه میخوای مطمئن بشید چقدر فول واسهتون در میاره یا نه ببخشید میگیره یا نه اینترنتو الان اونم به شما یاد میدم اصلا از کجا بفهمیم این اتفاق میفته یا نه. گفتم الان فهم میکنه. یا دیدیم مثلا 200 داد الان 160 داد. پینگم 18 انصافا پینگم خوبه. خب اینو بذاریم اینجا از کجا بفهمیم بری اونم به شما بگم. هولوهاش 60 الی 65 59 الی چیز. خب بریم سراغ اون چیزی که از کجا بدونیم چه 1 گیگابایتی داره ساپورت میکنه یا 2.5 گیگابایتی. بریم اونم که نگاه بندازیم. بازم کنترل پنل اینو میزنیم گزینه همین. ببین همینجا نوشته. میخواستم بعدش هم بذارن که اوه یادم مثلا اینجاست اسپید. ببین 2.5. اگه شما کابلتون خوب باشه بیاین همون مرحله اول بیاین اینجا اینو بزنید بعد این گزینه هم بزنید بیاین اینجا ببینید 2.5 گیگابایت چه کارتون حل. اوکی کابلتون خوبه یا به روزه یا کت 8 کت 7 مونده دیگه. ولی نه 1 گیگابایت باشه باید به فکر اون باشید چون اینجوری سرعت همینجوری دریافت میکنید دیگه. فقط گفتم یه یادآوری واسه شما بشه. حالا من زیاد آنچنان اهل آموزش فعلا نیستم ولی سعی میکنم
شاید تو بحث حرف زدن یه ذره مشکل داشته باشه، اینو بزرگ خودتون ببخشید. خب تمام دیگه، حل هر سوالی که هر سوالی داشتیم من در خدمت شما هستم، در حد توانم کمک یا راهنمایی میکنم. خب مواظب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی شما انتخاب کنید ویدیو بعدی یا هک. خداحافظ.